دخترک از پسر پرسید من زیبایم؟ پسر گفت نه. گفت دوستم داری؟ باز گفت نه. دختر گفت اگر بمیرم برایم گریه نمی کنی؟ پسر گفت اصلا اشک نخواهم ریخت. دخترک چشمانش پر از اشک شد و هیچ چیز نگفت. پسر احوال دختر را دیده او را در آغوش گرفت و گفت تو زیبا نیستی بلکه زیباترینی. تو را دوست نمی دارم چون که عاشق بیقرارت هستم. اگر تو بمیری برایت گریه نمی کنم چون که من نیز همراهت می میرم.